در یک ساعت 300-350 کیلومتر راه میگردد. دوستان عزیز تماشا کنید. вокзали раи поезд скоростной тамошо кунед дар Хитой. چقدر آدم بسیار است. نوبت با هم آمد. G812 حاضر ساز میشد. میگذاریم 10:48 میدوی خدافت 10:32 شد. ما از طرف دهم در همینجا انتظار هستیم. همین راهچه رفتن میگیرین نگاه میکنین که در همینجا رقم موندگی حاضر ما رقم 10 بود زرد بود. ما زرد میگیریم رقم 13 هست. واگن 13 دا میشینیم. ما پویز انتظار هستیم. این یک پویز دیگه از همینجا گرد داده اومده شده است. تماشا کنید. این در خیتای میباشد. تا 16 واگن کشیدن برد. در اینجا 4 تا رنگ است. کبود، زرد و کرشنیوی و سبز است. همین هر یک معنی دارد. حاضر ما 13 را انتظار هستیم. یعنی که واگن 13 میشه. پویز ما هم از طرف دست راست اومد. این پویز میباشد. همین سکراس‌های پویز میباشد. ما پویز هم در آمدیم. جای ما نمیاریم. جای ما 15 این عکس رو بینید. در این آینه شمکم کرده بان طرف من هیچی نیست. این پاره میتودن نیست بودن همیشه کنم. در این پویز 5 ساعت راه میگردیم. قریب که 950-940 کیلومتر است. شهر را تماشا کرده میریم نزد آینه. راهکرای این پویز 727 سومون یعنی که 524 یوان میباشد. 5 ساعت راه میگردیم.
Канавод шастанад. Дар поездам ҳеҷ канамод. Охири остановка. Ҳозир мепуроем иншоаллоҳ.